ایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به یک سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. برادر عزیز، خداوند همه بیماران را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است. اگر مهلتش بود شده باشد خداوند آسانش کرد و شما هم راحت یابید. او هم اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید، از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس سر روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یک ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای رزینی هم هست، دستکار دستان دا اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد بشن. او برای آدم صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدم صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کند، لیکن این امر یک چیز ضرورت ندارد این که کردنش. او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. او وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشه تیمم میکنیم، او هم ساقط میشه باقی نداره.